دوستان اومدیم امروز که پازهامونو که دزدیدند نجات بدیم. میشه این در واقع اینو خود پاز آورد که میخواست بفهمه که کاربرای فعالش با کسایی که غیر فعالن اینجا میخواست مشخص کنه. خب نگاه کنین قسمت اول البته من زده بودم. خب این استیکر عصبانیت قرمزو که بزنید این تیکش میخوره. قسمت دوم پاوز لاست ریپورت ایت، اینم که کلیک کنین روش یه در واقع استوری تلگرام مربوط میشه که اونم اباوت رو بزنید و از اونم گذر کنید، اینم تیکش میخوره. قسمت سوم پاوز مس کامینگ هم که توییتره که اینم بزنید درجه صفحهشو ببندید، یعنی سومی و چهارمی همینه. بعد از این میایم قسمت پنجم که ولدانو که با هم میزنیم. خب این گورو که زدیم تیکش خورد. و برای قسمت ششمی یک کادوی کریسمسی بهتون میده که الان باز کنیم ببینیم به من چه رد میده. برای این اکانتم 6000 خورده ای داد. من توی اون اکانتم که اصلا خرجم نکردم واسهش حدودا 98000 تا اینا داد به من که اینو الان توی تامنیل این ویدیو میبینید. خب این تیکش زده شد. باید ببینیم سربرگ هوم، میبینیم که دپاز هامون برگشت. تا ویدیوی بعدی فعلا خدا نگهدار.